هموطنان گرامی، امروز برامون این هفته برامون یه تیپو 7 مورد اومده. مشکل چی بوده؟ بگیر رو خود ماشین. مشکل چی بوده؟ بی‌کیفیتی بنزینه کشورمون. این چه برای سر پیستون آورده؟ چی بوده ایراد؟ داشت ایراد اکتان نداشتن کافی داشت. اکتانش کافی نبوده داشت زده اعتراض ناقصی خب چه هزینه بکنه؟ بین 300 تا 400 تومن خرج کردشه. پس چیکار کنه داشت؟ اکتان خوب یا بنزینه اکتان بالا سوپر اکتان بالا بنزین ماشین پیش میاد برای ماشین چینی بعد تو بودا خب بده سلام بچه‌ها، یه چند تا نکته در مورد تایم این تیگو هفته برو بهتون بگم. اول اینکه اویل پمپش تایمی وجود نداره. میریم سر تایم اصلیش رو میرسوباباش هیچ نشونه زنجیر نه، خود میرسوبابا چیزی نداره. تایم بالا رو باید از پشت میرسوبابا بگیری، تایم پایین یه جا داره برای میلنگش. این سمت بچه‌ها که اینجا ابزار مخصوص داره. باید مراقب باشید که ابزار مخصوص خودش رو استفاده کنید. ابزارش هم نشون بده. ابزارش بچه‌ها رو بشه. این ابزار بالاشه برای میرسوباب، ابزار پایین برای میلنگش اینه داداش، ولی این کوتاه‌تر از اینه. دقت داشته باشید.